برای شمایی که تازه چاپ روی پارچه رو با لینو شروع کردین، این فیلم چند تا نکته داره که میخوام با دقت نگاه بکنین ببینین متوجه میشین یا نه که فرق این دوتا طرح و این دوتا کراوات چیه و چه اتفاقی اینجا افتاده. بعد از اینکه فیلم رو دیدین من کامل براتون توضیح میدم که تفاوتایی که بین این دوتا طرح وجود داره چیه. حتما خودتون فهمیدینش. خب توضیح و نکته از اول اینجوری شروع میشه که انتخاب طرحمون رو من از خانه عباسی توی کاشان برداشتم. توی مسافرتی که رفتم عکاسی کردم و از این نقش خوشم اومد و مهرش رو با مغار از لینو در آوردم. ما وقتی این رو نگاه میکنیم و وقتی طرحش رو روی کاغذ پوستی پونسیو میکنیم یا تریس میکنیم، دو تا امکان داریم موقع کنده کاری مهرمون. یکی مثل اینه که این قسمت ها سفیده، این قسمت ها که سیاه تو رفته است و در نتیجه کنده کاری میشه با مغار، یا اینکه نگاتیو این رو بتونیم داشته باشیم که من چیکار کردم؟ هر دوتاش رو درست کردم. یه بار زمینه رو خالی کردم با مغارم، یک بار نگهش داشتم و اینا دقیقا نگاتیو پوزیتیو همدیگه هستن و وقتی که توی چاپ گرفتن بهشون توجه میکنیم میبینیم که اینجا اون مهری که زمینش پر بوده بهمون این رو داده، این چاپ رو داده، و اون یکی که زمینش خالی شده بوده چاپ متفاوتی داده. تفاوت دیگه اینه که ما از رنگ ثابت، یعنی از یه ترکیب سایه روشن فیروزه‌ای و سبز استفاده کردم. یک بار همون رنگ رو روی زمینه روشن صورتی زدم، یک بار روی زمینه توسی زدم و بعد میبینیم که باز تأثیر رنگی چقدر متفاوته که یک رنگ ثابت روی زمینه روشن بره چاپ بخوره یا روی زمینه تیره چاپ بخوره چه اتفاقی واسش میافته. نتیجه کار اینه که شما شباهت رو میبینی ولی تفاوت رو ممکنه اگه دقت نکنی نفهمی چیه، که الان که بهتون گفتم قضیه روشن‌تر شده. الان دوباره مهر رو بهتون نشون بدم. میبینیم که این مهر این چاپ رو به هم داده و این مهر این چاپ رو به هم داده.